پسر واقعا بیکاریم. موش کور بودنم سخته. میگم بیا دوباره زن بگیریم. بابا من اون قبلیارم هنوز نمیدونم کجا گذاشتم. خب آخرین بار کجا دیدیش؟ من تو اولین بارم ندیدمش. حالا بیا یه بار دیگه هم امتحان کنیم. اوکی. صدای پا میاد. اومده. هی موشیا. با مایی؟ احتمالاً. شما واقعا خوشگلید. شما که موش کورید، از کجا میدونید ما خوشگلیم؟ حقیقت برای ما اونقدری فرق نمیکنه، برای خودتون میگیم. بله همین که بدونیم دخترید کفایت میکنه. خب شاید پسریم صدای دختر در میاریم. خب بالاخره که یه روز در میارید، یعنی در میاد خورشید از پشت ابر. چی میگی؟ هیچی، اصلا ولش کن. شما از ما خوشتون میاد؟ آره من اینو میخوام. اوکی منم اینو. خیلی خوبه. فقط ما نمیدونیم کدومتون کدوممونو میخواد. خودتون زحمت بکشید ما رو بردارید برید. خب شما عسل بکن تو دهنش. نه تو چشش نه. اون دماغه. ولش کن. شما عروس خانومو ببوسید. نه اون مبل داداش. اون نه اون میله است. ای بابا اینا کیان؟ ببین من میگم بی خیال شیم. اینجا رم رد کنیم تو زندگی زناشویی به مشکل میخوریم. آره بابا من یه بار تو